یا همانند کسی که از کنار یک آبادی ویران شده عبور کرد، در حالی که دیوارهای آن به روی سقف‌ها فرو ریخته بود و اجساد و استخوان‌های اهل آن در هر سو پراکنده بود، با خود گفت چگونه خدا اینها را پس از مرگ زنده می کند؟ خدا او را 100 سال میراند، سپس زنده کرد و به او گفت چقدر درنگ کردی؟ گفت 1 روز یا بخشی از 1 روز. فرمود نه، بلکه 100 سال درنگ کردی. نگاه کن به غذا و نوشیدنی خود که همراه داشتی، هیچ گونه تغییر نیافته است. خدایی که یک چنین مواد فاسد شدنی را در طول این مدت حفظ کرده، بر همه چیز قادر است. به الاغ خود نگاه کن. این زنده شدن تو پس از مرگ هم برای اطمینان خاطر توست و هم برای اینکه تو را نشانه‌ای برای مردم در مورد معاد قرار دهی. اکنون به استخوان‌های مرکب سواری خود نگاه کن که چگونه آنها را برداشته به هم پیوند می‌دهیم و گوشت بر آن می‌پوشانیم. هنگامی که این حقایق بر او آشکار شد، گفت می‌دانم خدا بر هر کاری توانا